چی شد که اصلا رستوران تو جمع کردی؟ یعنی کار به جای رسید که رستوران با جمع میشد. دیگه اون بحث اون سختی کاره و جریاناتی که داشت و بحث مواد اولیه و افزایش قیمتش و اینا باعث شد که جمع بکنیم. آخه همه میگن که کار رستوران داری میچرخه، یعنی دیگه هر کسی که یه جوری بیکار میشه میزنه تو این کار. نه اینجوری نیست. رستورانداری یه سری فیلدایی داره که شما وقتی واردش میشی متوجهش میشی، مثل اینکه چالش مواد اولیه، روزانه 20 تا 30 تا مواد اولیه داری، دائما قیمت اینا در حال تغییره و خب شما از یه جایی بخواید برای رستوران استفاده کنی حداقل باید 50 متر جا داشته باشی. خب وضعیت اجاره هم یکم سنگینه و بحث بازاریابی خیلی سخته، چون حداقل تو شهری که ما هستیم رقابت خیلی زیاده تو این جریان. دست خیلی زیاد شده نه خیلی. تو کار؟ دست خوب زیاد شده. آره. همه ماشاءالله حرفه‌ای. و اونی که مثلا الان تصمیم گرفته میخواد بزنه تو رستوران داری و کسب و کار این چنین، تو چه توصیه‌ای براش داری؟ چون تو خودت کننده کار بودی دیگه. آره من بهش میگم که اول از همه پیش بینیشو بذاره برای 3 یا 4 سال، یعنی اون هدفشو بذاره برای 3 یا 4 سال بعد، براش برنامه‌ریزی بکنه، در نظر بگیره محصولی که میخواد ارائه کنه توی 2 سال دیگه، توی 6 ماه دیگه، توی 3 سال دیگه چقدر قیمتش میرسه، مشتری داره، بازار فروش داره یا نه. بعد خودت تو چه زمینه کار میکردی بیشتر؟ من غذای فست فودی بوده. من از اول هم کار قهوه میکردم، هم کار رست میکردم، نون، شیرینی. از یه جای بعد منم کافه بزنم، دیدم خیلی زیاده، خیلی سرمایه زیاده، رفتیم وارد صنعت رستوران شدیم که اونم سختی‌های خاص خودش شده. بعد اینی که میگن تو کار قهوه خیلی سود هست، درسته نه؟ سود هست به شرطی که درست انجام شه، ولی خیلی اونجوری که میگن نیست. نسبت به سرمایه‌ای که شما بخوای بند بکنی نه، عوامل زیادی داره تا به اون حد برسی و اینکه شما باید رو تیراژ سود بگیری. سود قهوه سود خیلی پایینیه، یعنی مثلا خیلی بالا. آره شما باید رو تیراژ بگیری یا رو کیفیتی که و بعد یه چیزی باشه که شما رو بین 10,000 تا کافه دیگه که تو این شهر هست شما رو یک نفر بتونه انتخاب کنه. حالا اون بحثی یه زمانی هست برمیگرده به فضا. خب فضا الان شما یه چیز قشنگ میزنی 4 روز یه چیزی، یک نفر یه چیز بهتر از اون میزنه، به فضا نمیچرخه و اون حس و حال و اتمسفری که اونجا هست نرم کرد. قربون شما، چاکرم.